میگویند که سلام علیکم دوملا، یک سوال داشتم جواب میگفتید. در زلزله ترکیه فوتیدگان زیر حدیث شهید شدگان می‌درآیند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهید فی سبیل الله. رواه البخاری. در صحیح بخاری از ابو هریره رضی الله عنه آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که شهیدها 5 نفر هستند. یعنی شهید وقتی که ما شهید میگوییم اصلا شهیدی معرکه هست، اونی که در معرکه، در جنگ که بین مسلمان ها و کافرها شده است کشته شده است، این آدم شهید اصلی همین است. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الشهداء خمسة، شهیدها 5 نفر هستند. یعنی 5 طایفه مردم، 5 گروه مردم را شهید گفته میشد. یکمینش المطعون، آن آدمی که در زیر بیماری طاعون وفات کرده است. وبای فراگیر. وبا اگر بر یک شهر آید، پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور دادند که آنهایی که در داخل آن شهر هستند به بیرون نبرآیند، صبر کنند، منتظر شوند یا شفا را یا شهادت را. در شهرشون اگر نشینند و صبر کنند، به عبادت و اطاعت الله تعالی مشغول شوند، آنها به منزلت شهدا هستند اگر وفات کردند. آنهایی که در بیرون شهر هستند، پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها دستور دادند که به داخل این شهر ندرآیند، یعنی در شهرهای خودشون باقی بمانند. اگر انسان همین شرط ها را اجرا کند او شهید است. و المبطون، آن آدمی که با بیماری در شکمش، علت در شکمش وفات کرده است، درد شکم شده است وفات کرده. و الغرق، آن آدمی که با آب غرق شده است، در آب مغلوب شده است، یعنی نتوانسته از آن خود را نجات دهد، این کس هم شهید است. و صاحب الهدم، آن آدمی که در زیر عمارت میماند، یعنی بر بالاش عمارت میافتد و در زیر عمارت وفات میکنه. و در این زلزله تمام آنهایی که وفات کردند یعنی در زیر عمارت ماندند. الله تعالی شهادت ایشان را قبول گرداند و امید میکنیم که آنها شهید هستند. یعنی این سخنها برای مسلمان ها داخل دارد البته. و شهید فی سبیل الله، پنجمینش آن شخصیتی که در راه الله تعالی به شهادت رسانیده شده است، یعنی در معرکه به قتل رسانیده شده است. این شهید حقانی هست که برای اعلای کلمت الله، برای بالا برداشتن نام الله تعالی جنگیده است و در جنگ به قتل رسانیده شده است. این آدم شهید حقیقی است. و این 4 نفر را پیامبر صلی الله علیه و سلم به اینها همراه کردند. بنابراین آنهایی که در زلزله که به نزدیکی شد در ترکیه و سوریه وفات کردند، طبق همین حدیث آنها از جمله شهدا هستند و عاقبت هر یک بنده را با الله تعالی میداند. برای آنکه وقتی که یک صحابه در یک جنگ کشته شد، صحابه ها شهید گفتن خرسندی میکردند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که از کجا میدانید که او شهید است؟ ان الشمله التي غلها لتشتعل علیه نارا، آن لباسی که از غنیمت دزدی کرد پیش از آن که تقسیم کرده شد. مال غنیمت را تقسیم نکرده باید پیامبر صلی الله علیه و سلم تقسیم میکرد. تقسیم نکرده دزدی کرده است. آن لباسی که از غنیمت دزدی کرد گفتند برای او کرته آتشین میشود. شما از کجا میدونید که او شهید است؟ یعنی که ما عیناً هر یک آدم رو با نام و نسبش فلانی شهید گفته نمیتونیم، لیکن امید میکنیم که آنها رو الله تعالی شهید قبول کند. واقعاً این مصیبت است. در زیر عمارت وقتی که بنده میماند غالباً با یک عذاب جان میدهد، با مشقت جان میدهد و بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینها منزلت شهادت را دادند. شهید یعنی گناهاش بخشیده میشد به سبب شهادتش. بنابراین امید میکنیم که کسانی که در زیر زلزله در زیر عمارت ها ماندند و وفات کردند آنها ان شاء الله شهید هستند و الله تعالی شهادت ایشان را قبول گرداند.